سلام، علیم. خوش اومدی به ویدیوی راهنمای کلی زندگی. ببین، تو برای اینکه زندگی داشته باشی که ایدئالت باشه، اگر که میخوای فلسفه زندگی دینه که تجربه کاملی از زندگی داشته باشی، میبایست تو توی این سه رأس زندگی به حد نصابی برسی. توی سلامت به حد نصابی برسی، توی ثروت به حد نصابی برسی، توی ارتباطات به یه حد نصابی برسی. حد نصاب یعنی چی؟ یعنی مقدار این مثلا ثروتت انقدر کم نباشه که سلامتی و ارتباطات تو زیر سوال ببره، یا سلامتی اونقدر کم نباشه که ثروتت هرچی در میاری خرج دوا دکتر کنی. میگیری چی میگم؟ یا ارتباطاتت انقدر ضعیف نباشه که مجبور باشی کلی پول خرج کنی تا ارتباطات به دست بیاری. حله؟ پس باید تو توی این سه تا رأس قوی باشی. خب حالا ما چطوری میتونیم توی این سه تا رأس قوی بشیم و اصلا چطوریه؟ ببین، اینا ما بر اساس تصمیمایی که میگیریم یا خودمون رو تو اینا بدبخت میکنیم یا خوشبخت میکنیم، یا تو اینا قوی میشیم یا ضعیف میشیم. گفتم بنابر تصمیمایی که میگیریم. ببین، حالا ما دو تا تصمیم گیرنده داریم. یه دونه از این تصمیم گیرنده ها کیه؟ یه دونش خودمونیم، یکیش کیه؟ یکیش دیگرانه. دیگران یعنی چی؟ دیگران مثلا دولت، اجتماع، خانواده، پدر، مادر، خواهر، برادر، عمو، فلان و بهمان. یه دونه تصمیم گیرنده هم خودتی. حالا یعنی چی؟ مثال، ببین مثلا تو تصمیم گرفتی که ثروتمند بشی، یه کار کاسبی رو انداختی، زدی تو کار چی؟ زدی تو کار تولیدات ماسک. مثلا سال مثلا 1400 اومده بود یا 98، یادم نمیاد. سال 98 یا 1400 کرونا اومده. وقتی که کرونا اومده تو هم زده بودی تو کار ماسک، اما نمیدونستی قرار کرونا بیاد. کرونا میاد، یه یارویی رفته توی چین یه خفاشی چیزی خورده، یا خودشون درست کردن، کار خودشونه. یه دونه کرونا درست کردن. حالا یه ایرانی رفته اونجا تجارت کنه، کرونا برداشته آورده ایران. حالا که این یارو کرونا برمی‌داره میاره ایران، چه اتفاقی میفته؟ همه مریض میخوان بشن دیگه. چیکار میکنن؟ وسایل پیشگیری استفاده میکنن. وسایل پیشگیری چی بودش؟ پیشگیری اون باربرینا نمیگم، پیشگیری از بیماری. یه دونش چیه؟ یکیش ماسکه. حالا تو چون ماسک درست میکنی، کسب و کارت چه اتفاقی براش میفته؟ کار کاسبیت براش چه اتفاقی میفته؟ رونق پیدا میکنه. حالا یه مثال برعکسش. مثال برعکسش چطوری؟ حساب کن دوباره یه تصمیم گرفته بودی اینجا، خودت یه تصمیم خودت تو بخش ثروت گرفته بودی که میخوای برات سازنده بود. حالا اینا هم برات جلوتر میگم. یه تصمیم گرفته بودی مثلا چطور؟ مثلا میخوایم من رستوران بزنم. حالا رستوران زدی. یه تصمیم سازنده چیه؟ یعنی چیزهای مثبتش از چیزهای منفیش کمتره. که این الان بهت میگم چطوری. تصمیم گرفته بودی که چیکار کنی؟ یه رستوران بزنی که سازنده بوده، باعث میشه تو پول به دست بیاری، تو این بخش قوی تر بشی. وقتی که حالا رستوران تو زدی، دوباره اینجا یه بابای دیگری توی چه میدونم چین یه تصمیم میگیره که خفاش بخوره. وقتی که خفاشی هم میخوره، کرونا درست میکنه. این کرونا پا میشه میاد تو ایران. تو که حالا رستوران درست کردی، رستوران چی میشه؟ درش تخته میشه. چه اتفاقی میفته؟ تصمیمی که اون یارو گرفته بود برای تو مخرب بود، باعث شد که تو آسیب ببینی. پس فهمیدیم که ما الان بعد تو هر کدوم از این بخشا، ثروت و سلامت و ارتباطات، ما دو نوع تصمیم گیرنده داریم، یکیش خودت، یکی دیگران. حالا تصمیممون چطورین؟ تصمیممون یا سازندن یا مخربن. سازنده چطوریه؟ ببین، سازنده باعث میشه که تو این به این برسی، به ثروت برسی. مخرب باعث میشه که تو به این نرسی. سازنده مثلا این چی؟ ببین، چیزهای مثبتش، چیزهای مثبتش روی زندگی بیشتره، چیزهای منفیش کمتره. مخرب برعکس اونه. حالا شرط گرفتن هر کدوم از اینا چیه؟ شرط گرفتن رو بذار یکم زوم کنم. اگه میبینی من با گوشی میگیرم، با اسکرین رکوردر OBS اینو نمیگیرم، بلد هستم، منتها خب وقتشو ندارم، مجبورم اینجوری بگیرم سربازم. شرایط گرفتن هر کدوم از اینا چیه؟ اینه که به دیگران آسیب نزنی. ببین الان یعنی چی؟ ببین مثلا تو میگی من یه تصمیم سازنده گرفتم که خودم ثروتمند کنم. بذار زوم کنم عقب که بهت بگم. مثلا میگی آقا من تصمیم سازنده گرفتم در مورد ثروت که خودم رو ثروتمند کنم. اما این تصمیم سازنده چیه؟ این تصمیم سازنده اینه که بریم مثلا درخت‌ها شمال رو قطع کنی. درخت‌ها شمال رو که قطع کنی برای خودت سازنده، اما چیکار داری می‌کنی؟ داری به دیگران آسیب میزنی و برای دیگران مخربه. برای خودت سازنده است اما برای دیگران مخربه. که به دیگران هم آسیب بزنی، دیگران هم به تو آسیب میزنن. پس این تصمیم در کل چطوری بهت بگم؟ در کل مخربه. ببین در کوتاه مدت، ببین ما چطوری میشه این تصمیم‌ها. یه دونه در بلند مدت داریم، یه دونه در کوتاه مدت. در کوتاه مدت برات سازنده، اما در بلند مدت ممکنه این ملتی که بهشون آسیب زدی بیان دهنت آسفالت کنن. حل گرفتی چی میگم؟ پس ما چی داریم الان؟ ببین سه بخش داشتیم: ثروت، سلامت، ارتباطات. دو نوع تصمیم گیرنده داشتیم: خودت، دیگران. خودت و دیگران چطوری بود؟ یه تصمیماتون سازنده بود یا مخرب بود؟ برای گرفتن هر کدوم از اینا باید چیکار می‌کردی؟ شرط گرفتنش این بود که به دیگران آسیب نزنی. خب ببین، حالا یه سری آدم هستن، بیا ببینم جلو اینور چی نوشتم.
آها، ببین حالا اینی که بهت گفتم شرط گرفتن از هر کدوم از اینا چطوریه، اینم بگم و تا بریم بالا. شرط گرفتن از هر کدوم از اینا چی بود؟ که به دیگران آسیب نزنی. حالا که داری خودت تصمیمشو میگیری، ببین یه چیزهایی که من ببین به دست میاری، مثلا آقا من تصمیم گرفتم رستوران بزنم. حالا که رستوران زدم، اگه پول در بیارم، ببین تصمیم گرفتم که رستوران بزنم، یا تصمیم سازنده گرفتم، یا تصمیم گرفتم معتاد بشم، یه تصمیم مخرب گرفتم در بخش سلامتی. حالا ما ثروت میگیم، تصمیم گرفتم که رستوران بزنم، کار کاسبی راه بندازم. حالا که تصمیم گرفتم رستوران بزنم، چیزهایی که به دست بیارم، پول مولی که به دست بیارم برای خودم، چون خودم تصمیمشو گرفتم. مسئولیتش و سود و ضررش هم برای خودمه، چون خودم تصمیممو گرفتم. حالا اگه یکی دیگر برامون تصمیم میگیره، مثلا آقا دولت میگه تو بیا سرباز من بشو، حالا از اونجایی که دولت برای تو تصمیم گرفته، اگه به تو آسیب بزنه، تو دیگه مسئولیتشو نداری. چرا؟ چون دولت دیگران برات تصمیم گرفتن. مسئولیت میفته گردن کسی که داره تصمیم میگیره. حله. حالا میریم بالاتر، حالا میگیم آقا اهمال کاری و اینا چی؟ حالا تصمیم و اینا رو فهمیدیم. میگه آقا من تصمیم گرفتم مثلا برم کسب و کارم رو راه بندازم، ولی هر کاری میکنم، هر جونی میکنم، نمیدونم چرا این کارو نمیکنم، همش پشت گوش میندازم، که خارجی بهش چی میگن، انگلیسی بهش چی میگن، بهش میگن نگلکت. چرا اینقدر غفلت میکنم، همش پشت گوش میندازم، یا همش اهمال کاری میکنم. چرا این کارو میکنی؟ ببین ما وقتی میخوایم تصمیم بگیریم، حالا این تصمیم ممکنه چه میدونم سازنده باشه یا مخرب باشه. وقتی میخوای تصمیم بگیری، دو تا دلیل داری. دلایلی که باعث میشه اون تصمیم بگیری، دلایلی که باعث میشه اون تصمیم رو نگیری. میگیری چی میگم؟ که این فرد منطقی جفتش سبک سنگی میکنه. این مثلا این یه نوع حالت استابیلیتیه. میخوای تصمیم بگیری. بله، نه با من نبود. خب اون تصمیم بودیم دیگه. ببین حالا بنابر تجربیاتی که داری، ممکن از فرد منطقی بشی فرد منفی گرا، یا ممکن از فرد منطقی بشی فرد مثبت اندیش. این آدمیه که سریع تصمیم میگیره، ممکنه سرش کلا بره. این آدمی که خیلی دیر تصمیم میگیره، ممکنه فرصت‌ها رو از دست بده. تو باید این وسط باشی. بهتر و عقلانی‌تره که این وسط باشی. حالا اهمال کاری چه جوری به وجود میاد؟ چه اتفاقی میفته که باعث میشه یه آدم اهمال کار بشه یا اهمال کار نشه؟ ببین آدم اهمال کار، این دیدش نسبت به دنیا منفی نگره، یا ببین اینجوریه، بنابر تجربیاتی که داشتیم. ما الان میایم کجا؟ میایم مثلا آدم منفی نگر. ببین مثلا یارو میبینی 20 تا دلیل داره، 3 تا دلیل داره. مثلا اگه من این تصمیم بگیرم، مثلا کار کاسبیشم میخواد راه بندازم، میگه آقا من اگه کار کاسبیمو راه بندازم، چه اتفاقی برام میفته؟ میتونم از پدر مادرم نگهداری کنم، میتونم ازدواج کنم و از همسرم نگهداری کنم، و دختره که دوستش دارم نگهداری کنم. میگه میتونم زندگی راحتی از نظر مالی داشته باشم. همه اینا هستن. ببین چقدر دلیل هستش که این تصمیم رو بگیره، این کار کاسبیش رو راه بندازه. اما خب اینو انجام دادن نمیده. چرا انجام نمیده؟ چون که دیدگاهش به دنیا منفیه. بر اساس چی دیدگاهش به دنیا منفی شده؟ بر اساس تجربه منفی که داشته. قبلا همش کار کاسبیش رو راه انداخته، هیز شکست خورده. قبلا همش کار کاسبیش رو راه انداخته، شکست خورده. از فرد منطقی که این وسط بود، ببین از فرد منطقی که این دیدگاهش این وسط بود، اومده کجا؟ اومده شده فرد منفی نگر. و حالا باید چیکار کنه تا بتونه این تصمیم رو بگیره؟ باید یه سری تجربیات مثبت داشته باشه که این دیدگاهش عوض بشه، یا باید دلایلش برای انجام گرفتن اون تصمیم زیاد بشه، یا باید این یه دونه دلیل که جلوشو گرفته و از شرش خلاص بشه. که ببین اینجا برات نوشتم. ببین الان تو آدم منفی نگر یا اهمال کار چطوریه؟ فرد منفی نگر یا اهمال کار یه دونه دلیل منفی که اون یه دونه دلیل منفی که چرا گفتم یه دونه دلیل که باعث نشه اون تصمیمو بگیره، اندازه 3 تا اینو قدرت داره. ببین این زورش بیشتره دیگه. ببین تو فیزیک ساده است دیگه. این بیشتر وزن داره یا این بیشتر وزن داره. الان این وزنش از اینا بیشتره. ببین یک دلیل برای انجام ندادن اون کار اندازه 3 دلیل قدرت داره توی فردی که پشت گوش میندازه. حالا فردی که مثبت گرایه چطوریه که مثلا ممکنه بعضی وقت سرش کلا بره؟ ببین فرد مثبت گرا اینجوریه، از حالت منطقی در اومده، هی تجربات مثبت داشته دیگه، خیلی مثبت اندیش شده، دنیا همینجوری خیلی خوشگل میبینه. حالا این فرد بگم میدونی چطوری؟ ببین یه دونه دلیل مثبت برای انجام گرفتن اون کار باعث میشه اون کار انجام بده. کلی دلیل هست اون کار انجام نده. مثلا اینو به جای راه اندازی کسب و کار میذاریم معتاد شدن. آقا معتاد بشی، ممکنه اگه چه میدونم ارتباط داری، ارتباطات اجتماعی، دوست دختر دوست پسر داری، پدر مادر، خانواده، زن بچت، اینا بپرن. ممکنه که سلامتت آسیب ببینه. ممکنه که
چه میدونم خیلی هول بزنی به خودت هوا مواد تزریق کنی خودتو بکشی. کلی دلیل هست اونو نگیره، اما خب چون فرد مثبت اندیشیه و تجربه خوبی داشته از حالت منطقی در اومده دیگه، سبک سنگین نمیکنه. منفیا براش وزن خیلی کمی دارن، یه دونه این مثلا یه لذت و این همه دلیل منفی میفروشه که میشه چی؟ یک دلیل برای انجام دادن اون کار اندازه 3 دلیل برای انجام ندادن اون کار قدرت داره و فرد تصمیم رو انجام میده. حله اینا دیگه نوشتمش که فرد میشه چی؟ فرد میشه سریع اون تصمیم رو میگیره و اونو پشت گوش نمیندازش. اینم از این. ببینم دیگه چیزی نیست که من اضافه کنم براش. خب بذار خلاصه هم کنیم، اگه ببینم اگه چیزی هست من بهت بگم، اگرم نیست که تمام. حال کردی؟ عجب ویدیویی بود، حرف نداشت مگه نه؟ فلسفه و ترکوندم برات. حالا باید ببینیم تو کدوم از اینا مشکل داری. ببین اگه زندگیت مشکل داره تو یه دونه از اینا داری لنگ میزنی. مثلا من خودم قبلا تو این لنگ میزدم، الان رفتم اینو درست کردم، رو این دارم لنگ میزنم. بعد زمانت چیکار بهتر؟ زمانت عقلانی‌تر از که زمانت چیکار کنی؟ عقلانی‌تر اینه که زمانت رو بین اینا پخش کنی، روی هر کدومشون به مقداری زمان بذاری. من خیلی وقت پیشو که جوان‌تر بودم فقط روی این خیلی کار کرده بودم، بدنساز و حرفه‌ای اینا بودم. با این چیز روی این کار کرده بودم، روی اینم خراب بود. آقا ما بلد نبودیم چه کار اینا کنیم و اینا اون ضعیف میگم خدا من چرا اینجوریم. هر کی پیش هر کی میریم از ما خوشش نمیاد، آتیش ما ریخته سرش، حسودی میکنه و اینا، باعث میشه تو افراد زیاد اخت نشن. رفتم روی این من کار کردم، اینم درست کردم، حالا این خراب شده بعد اینم حالا درست کنیم. این خراب نشه، نسبت به اینا ضعیف تره. تو باید چیکار کنی تو زندگی؟ تو بهتره که توی زندگیت عقلانی تره که چیکار کنی که احتمال داشتن زندگی ایدئالت بهتر باشه. میبایست روی هر کدوم از اینا به اندازه کافی کار کنی. اگه تو آدمی هستی 24 ساعت داری باشگاه میری، نباید عقلانی نیستش که تمام وقت تو بذاری رو این، میبایست روی اینها هم وقت بذاری. یعنی میبینی مثلا 6 ساعت میره باشگاه، روی سلامتی داره کار میکنه اما روی ثروتش کار نمیکنه، روی ارتباطاتش کار نمیکنه. یعنی میبینی کلی هیکلشه اما یه دختر میخواد اوکی کنه هیچ بلد نیست. داره میگه این چرا اینجوری، انگاری بلچه بوش بلوغ نداره. میگیری چی میگم؟ پس چی شد؟ ببین زندگی ایدئالت از 3 بخش: ثروت، سلامت و ارتباطات، که هر کدوم از اینا 2 نوع تصمیم گیرنده داشت. یه خلاصه چن کنیم و تمام. هر کدوم از اینا یه نوع تصمیم گیرنده داشت، یه دونه خودت بودی، یه دونه دیگران. خودت میتونه تصمیمایی هستن که خودت میگیری، مثلا میگم من میتونم برام باشه، تصمیمایی هستن که دیگران میگیرن. یا کرونا درست میکنه میاد تو سراغ تو. تصمیمایی که میگیری چه 2 نوع نتیجه بر اساس اون هدفی که میخوای بهت میدن، یا سازندن یا مخربن. سازنده چطوریه؟ سازنده چیزایی که چیزای مثبتی که برات داره بیشتره، مخرب چیزای منفی که داره بیشتره. خب شرط گرفتن هر کدوم از این تصمیمات مخرب یا سازنده چیه؟ اینه که به دیگران آسیب نزنی. تو میتونی خودت دار بزنی که اونجوری به پدر مادرت آسیب میزنی، اما خب اینو باید بسنجی چقدر به دیگران آسیب میزنی. تو میتونی چه میدونم خالکوبی بزنی، به دیگران آسیب نمیزنی، اما تو نمیتونی به دیگران مشت بزنی. اگه مشت بزنی به دیگران، یه تصمیم گرفتی به دیگران مشت بزنی، داری به دیگران آسیب میزنی، پس نمیتونی اون تصمیم رو انجام بدی. خب ببین حالا این تصمیمایی که میگیری، یا این تصمیمایی که میگیری یا خودت میگیری یا دیگران میگیری. اگه تصمیما رو خودت میگیری، چیزایی که مثبت یا منفی به دست میاری، سود و ضررش برای خودته. یعنی چی؟ یعنی تو مثلا کار کاسبی تو راه انداختی، پول در آوردی، نوش جونت. یا اگه چه میدونم رفتی چه میدونم کل بدن تو خالی کوبی کردی، دیدی جای استخدامت نمیکنن، دوباره هم ضررش مفت جون خودت. حله؟ خب اینا اینجا نوشتمش. ببین مسئولیتش فلان و بهمان که اینجا برای توضیح دادمش اینجا بود. نه حله خوندی که حالا آدم هم چطوری بودن، آدم هم بر اساس تصمیماشون چطوری بودن. تصمیم‌ها رو که فهمیدی چطوریه، سازنده و مخربن، یا خودت میگیری یا دیگران میگیری. اگه خودت گرفتی مسئولیتش با خودت، انگو و هرچی هم داره وارد خودت، خوبی داره برای خودت. شرط گرفتنش هم اینه که به دیگران آسیب نزنی. حالا تصمیما، ببین آدم‌ها بر اساس دیدگاهشون 2 حالت میشن، یا آدم 3 حالتن، یا که اینجوری‌ها کمن. یا فرد منطقیه، یا فرد منفی نگره، یا فرد چیه؟ مثبت اندیشه. برای انجام دادن کارها ببین یه سری دلایل داری. دلیل انجام دادنش، دلیل انجام ندادنش. فرد منطقی نگاه میکنه آقا اینا رو سبک سنگین میکنه، میگه اوکی من انجام بدم یا انجام ندم، استابیلیتیش میکنه. خب فرد منفی نگر چیکار میکنه؟ فرد منفی نگر چیزای منفی رو خیلی زورش بیشتره، مثلا میگه دیگران مسخره میکنه. این همه خوبی به دست میاره به خاطر اینکه دیگران مسخرهش میکنن، این تصمیمو پشت گوش میندازه. فرد مثبت چطوریه؟ فرد مثبت برعکسه. به خاطر تجربه‌های مثبتی که داشته یه کمی الان سرخوشه.
یه چیز کوچولویی که میتونه باش به دست بیاره دلیل داره اون کارو انجام بده انجام میده. این همه چیز هستش که اون کارو انجام نده و پشت نادیده میگیره که میشه فرد سریع انجام میده اون کارو و پشت گوش نمیندازه. ببین نه اینش زیاد خوبه و نه اینش. این چطوریه؟ این فردیه که آقا پولشو میره یهو میذاره تو بورس، یه بار رفته آقا چیز کرده، یه بار رفته پولشو گذاشته تو بورس، از منطقی اومده تو فرد مثبت اندیش، فکر میکنه من گرگ وال استریتم، من جردن بلفورتم. که این جردن بلفورت این که میبینی مثل ما رو جردن بلفورت، اما اون بهش میگفتش، من آموزشی دیده بودم میگفتش که برای متقاعد سازی مثل همین منتها من منطقشو دارم میگم، اینا رو اینجوری نبود، بهش میگفت اکشن ترشولد. چی داشتم بهت میگفتم؟ مغزمون پرید. یارو فکر میکنه یه بار رفته یارو تو بورس سرمایه گذاری کرده، مثلا فرد منطقی بوده اینجا بوده، یه بار رفته تو بورس پولاشو ریخته، یه بار تجربه مثبت داشته دیگه، از منطقی اومده فرد مثبت اندیش. بابا پولتو اونمه که نباید ریسک کنی، کل همه پولشو میذاره. دلیل هست که آقا پولتو نباید بذاری، نمیدونم اعتماد نباید بکنی فلان، و ایران بازارش خرابه، تحریم فلانه، این همه دلیل هست که نگیره. اما یه بار یه دونه دلیل هستش که میگه پول به دست میاره میره پولش میذاره ضرر میکنه. فرد مثبت اندیش نباید، بهتره که نباشی. فرد منفی نگرم بهتره که نباشی. به یارو میگه آقا تو بیا کارکاسبی تو راه بنداز، تهش اینه که چیزی که نمیخوای چی کنی، 90 روز بیا تو زمان تو بذار اینجا، اگه کی گرفت نگرفت بعدی. تو که نمیخوای بری چرخ خیاطی بخری، نمیخوای بری مساله بخری، خرجی نداره برات وارد شدن به این کار. یعنی میگه نه، این همه دلیل هست که وارد بشه و به خاطر اینکه چه میدونم یه دلیل هست وارد نشه انجام نمیده. فرد منطقی چه داره؟ فرد منطقی اینجوره، سبک سنگین، آقا برم نرم، انجام بدم یا انجام ندم. آقا اینم شدش از، یا خانم شدش، یا استاد، یا یا دوست از اینم شدش از ویدیوی راهنمای تصمیم گیری یا راهنمای زندگی موفق، راهنمای جامع. یعنی هر کدومشون ما یه بخش میشه. تو بخش سلامتات، من تو بخش ارتباطات من بعد اینو چیکارش کنم برات؟ من چرا میگم من باید اینو برات چیکارش کنم؟ میام که اینو برات ویدیو بعدیشو میگیرم بهت میگم. این مثلا بعد فلسفه‌شو بهت بگم، قوانینشو بگم، مرحله‌شو بگم، ابزارشو بگم، ثروت همونجور، چه میدونم اقتصاد چطوریه، کسب و کار چطوریه، کارکاسبی چطوریه، سلامت آسونه، سلامت خوابت خوب باشه، خوراکت خوب باشه، نیاز جنسی برطرف بشه و ورزش کنی. این آسونه. این سخته. این برای دختران این فکر کنم سخت‌تر بشه، بعد آرایش و این فلان رو بهمان کنن. پس شدش اینم شدش از ویدیو راهنمای زندگی ایدئالت. اینا رو باید داشته باشی. تصمیم گیرنده ها، سازنده مخرب، مثبت اندیش، منفی نگر، فلان و بهمان. شرط گرفتن هر کدوم اینه که دیگر آسیب نزنی. همین دیگه. اگه که سوالی چیزی داری بپرس، من اگه سوادشو داشته باشم برات اگه سوادشو داشته باشم جوابتو میدم. و خدا نگهدار. لایک و کامنت هم یادت نره. اینستاگرامم هم ببین. من اگه میبینی اونجوری پخش پلوه، اینستاگرامم به خاطر اینه که وقت ندارم، سربازم قابلی نداشت. خداحافظ.